به نام او تعالی که بخشنده و مهربان است. دوستان بیننده، امروز ادامه داستان بزرگترین مردان تاریخ را، یعنی داستان پیامبران را خواهیم شنید. پیامبرانی که خداوند عزوجل آنها را برای هدایت مردم، برای راهنمایی مردم از جانب خود فرستاد تا راه سعادت را به مردم نشان دهد. در برنامه‌های قبلی ما نوح علیه السلام را همراهی می‌کردیم. اون پیامبری که به سوی قوم بتپرست و سرسخت فرستاده شد و بیشتر از 1000 سال عمر دید که 950 سال آن را آنگونه که قرآن قصه کرده در دعوت قومش سپری کرد و از این قوم سرسخت معامله درشت، تحقیر، ناسپاسی، قدر ناشناسی دید و نهایتا عذاب الهی بر سر این قوم سرکش طوفان عظیم آمد و این پیامبر هلاکت قومش را با چشم سر دید. طوفان بزرگی آمد که نه تنها کافران قوم نوح را بلکه فرزند خودی حضرت نوح را به کام خود برده غرق کرد. اما حضرت نوح با مؤمنانی که به او ایمان آورده بودند با امر الهی پیش از حادثه طوفان کشتی بزرگی ساخته بودند که بالا این کشتی سوار شده هلاکت این قوم سرکش کافر را می دیدند. پس از آن که وضعیت عالم آرام گشت، آسمان از باریدن و زمین از فواره زدن به آب باز ایستاد، این کشتی بالای کوه با نام جودی ایستاد، قرار گرفت و این قوم مؤمن با پیشوایشان، با پیامبرشان نوح علیه السلام به زمینی از شرک و بتپرستی تازه شده دوباره فرآمدند، قدم نهادند و این زمین را دوباره آباد کردند. خداوند عزوجل در یک چند جای قرآن قصه نوح علیه السلام را، این قصه عبرت بخش را نقل کرده. از جمله در سوره هود پایان این حادثه طوفان را و برگشت حضرت نوح با مؤمنان به زمین را نقل کرده فرموده: ای ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیض الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. یعنی به زمین گفتیم آب خود را باز پس بگیر و به آسمان گفتیم آب مریز و قضی الامر و کار تمام شد. کافران سرسخت مشرک هلاک شدند، عذاب الهی کیفری کفرشون رو دیدن و استوت علی الجودی و کشتی بالای جودی قرار گرفت. قیل بعدا للقوم الظالمین، دوری باد از قوم ظالمان، یعنی دور بادا ظالمان از رحمت خدا، دور باشند کافران از لطف و عنایت و رحمت خدا. در آیه دیگر خداوند فرموده: قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی ممن معک. گفته شد ای نوح به زمین مبارک، به زمینی از شرک و بتپرستی تازه شده قدم بینه، بفرا با برکات خدا، با تحیات خدا بر تو و بر قومی که با تو هستند. مردمی از عذاب الهی نجات یافته با تکرار و تردید کلمه های شکر و با اعلان کلمه لا اله الا الله دوباره به زمین آمدند و آغاز به زندگی تازه کردند. قوم نوح با پیامبرشان پشت آبادکاری زمین شدند، زراعت کردند، درخت شناندند، زمین را از نو آباد کردند. سالهای زیاد سپری گشت که عددی آن را خود خداوند می‌داند و حضرت نوح به عمر پیری رسید. تنی قوی حضرت نوح که در راه دعوت خیلی تاب آورده بود نهایتاً پیش قانون اجل ضعیف گشت و احساس کرد که رحلتش از دنیا نزدیک شده. نوح نبی، نوح صابر نهایتاً به بستری بیماری افتید. بله دوستان عزیز، دنیا چنین است. دنیا و قانون روزگار دنیا همین است. یکی در جوانی میمیرد، یکی در میان سالی، یکی در عمر پیری، یکی در خشکی میمیرد، یکی در آب، یکی در خانه اش میمیرد، یکی در مسافرت، یکی در لحظه شادی میمیرد، یکی در غم و کلفت، یکی در اثر بیماری، یکی در کاملا در عافیت و تندرستی. خلاصه این است که همه میمیرند. قصه دنیا نهایتش یک صحنه است، مرگ. به انسان حتی اگر عمر نوح را بخشیده شود نهایت مرگ است، جای دیگری ندارد، در دیگری ندارد که رود. لا محاله، حتما ناعلاج
به در مرگ روانه می شود و از این در می درآید. ابوالعتاهیه این شاعر زهد در این معنا میگوید: نوح علی نفسک یا مسکین این کنت تنوح لتموتن و این عمرت ما عمر نوح. اگر میخواهی به جان خود ناله کنی ای مسکین، ای فرزند آدم، ناله بکن، هر قدر میخواهی ناله بکن، زیرا اگر عمر نوح را برایت داده شود هم نهایتا میمیری، راهی نداری، علاج دیگری نداری. پس انسان میباید این حقیقت را همیشه پیش ذهنش حاضر نگه دارد، حقیقت مرگ، حقیقتی که حضرت نوح پس از 1000 سال به آن روبرو می شود. باید یقین داشته باشد که روز عمر او به آخر می رسد و آن روز برایش معلوم نیست، شاید فردا باشد، شاید 10 سال پس، شاید 50 سال پس، ولی خاتمه می یابد. صفحه های عمر خاتمه می یابند. باید این یقین را انسان همیشه پیش نظر داشته باشد. روزی از این دنیا رحلت می کند به عالم دیگری که قبر نام دارد، عالم برزخ نام دارد، مدت سکونت می کند و از آنجا دوباره زنده می شود و پیش خالقش راست شده حسابات می دهد. به این مناسبت جا دارد این داستان را نیز علاوه نماییم. میگویند در شهر شام در دمشق صاحب کار خیلی سودخوری، غافل از خدا، غافل از آخرتی بود که مرد صالح از جانب او ظلم دیده مالی خیلی مبلغ کلانی از این مرد صالح دست این ثروتمند غافل از خدا بود، ولی مالی او را نمیداد. این مرد صالح هر قدر کوشش کرد، هر قدر به محکمه ها دعوا کرد، سودی نداد و مال حلال خود را بازپس گرفته نتوانست. روزهای زیاد سپری گشت، سالها پسی هم رفتند. نهایتا این مرد ثروتمند وفات کرد. قانون اجلش فرا رسید، وفات کرد. چون تابوتش را میخواستن به قبرستان برند، این مرد صالح در ورق نوشته کرد و بالای در راه پیش راه تابوت او برآمد و بالای تابوتش گذاشت. در ورق چنین نوشته بود: اگر توانید این شخص را به جز نزد خدا جای دیگری برید ببرید. یعنی ای مردم، ای وارثان او، ای کسانی که با او هستید، اگر او را توانید جای دیگر ببرید، جای دیگر نزد غیر خدا مرحمت ببرید، ولی میدانم غیر از نزد خدا جای دیگری برده نمیتوانید. ببرید، من نیز بعد مدت نزد او خواهم رفت و در نزد محکمه الهی حقم را بازپس خواهم گرفت. نوح نبی بعد از 1000 سال عمر دیدن، بعد از 1000 سال در این دنیا قدم نهادن و نفس کشیدن، به در اجل، به در مرگ نزدیک می شود. من و شما که از امت آخرین هستیم و عمر این امت از میان 60 و 70 است، آنگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند، پیشتر بر وقتتر به این بستری می شویم و از این در وارد می شویم. وقتا نوح نبی علیه السلام اجلش نزدیک شد، احساس کرد که می رود. چی کرد؟ آیا فرزندان را جمع کرد، گفت فلان خانه را فلان نوع تعمیر کنید، فلان زمین را آبیاری کنید، درختان را چنین کنید تا میوه ها حاصل زیادتر شود، سیر و پر باشید؟ اگر چنین وصیت کرد؟ نه، چنین نگفت. ببینیم حضرت نوح در آخرین لحظه حیاتش برای مردم، برای قومش، برای فرزندانش، از جمله برای من و شما که از قصه او آگاه میشویم و میخواهیم عبرت آموزیم، چه درسی دادند. در حدیثی که آن را امام احمد حنبل و امام طبرانی روایت میکنند، این چنین امام ابن کثیر در بدایه و نهایه نیز آورده که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: لما حضر نوح الوفاه قال لولده، هنگامی که وفات نوح فرا رسید به فرزندش گفت: انی قاص علیک الوصیه آمرک باثنتین و انهاک عن اثنتین. پسرم، من به تو وصیتی دارم، تو را به 2 چیز امر میکنم و از 2 چیز نهی میکنم. آمرک بلا اله الا الله، تو را به لا اله الا الله امر میکنم. فان السماوات السبع والارضین السبع لو جعلت في كفه وجعل لا اله الا الله في كفه لرجحت بهن لا اله الا الله. گفته پسرم، اگر 7 آسمان را و 7 طبقه زمین را در پله ترازوی گذاشته شود و لا اله الا الله را در طرف دیگر، لرجحت بهن لا اله الا الله، این کلمه بین 7 آسمان و 7 زمین وزنی نمی کند. یعنی وزن این کلمه، شرف این کلمه، عظمت این کلمه از آسمان ها و زمین بالاتر و
بزرگتر است. تو را به این امر میکنم، به این چنگ زن و شاخه های این کلمه چنگ زن و زندگی ساز. و چیز دیگری که تو را امر میکنم سبحان الله و بحمده است، فانه صلاة کل شیء. ای پسرم این ذکر را دائم تکرار کن، سبحان الله و بحمده، زیرا ذکر تمام موجودات است. و بها یرزق الخلق، به برکت این کلمه، به شرف این کلمه خلائق را رزق داده می شود. و انهاک عن الشرک و الکبر. پسرم آن دو چیزی که تو را از آن نهی می کنم، هشدار می دهم، شرک و کبر است. هرگز به خدا شرک مار و هیچگاه متکبر مباش، خاکساری پیشه کن. این وصیت بزرگ نوح درس مهمی تربیوی برای والدین است که به فرزندان چنین تأکید و چنین وصیت ها کنند. والدین در حالت مرگشان و پیش از مرگشان در حالت زندگی اصلا میباید در اندیشه ایمان و دین و تقوای فرزندان باشند. فرزندها عادتا پس از سری پدر و مادران خیلی خوب عقلشان به ساختن زندگی و بنیاد خانه و جابجا کردن مال و اموال و باغ و دکان خوب عقلشان میگیرد. وصیت های مهمتر برای رستگاری فرزند در دنیا و آخرت هست که والدین میباید تاکید بر آن کنند. والدینی که فرزندشان را مثلا به سفری مهاجرتی کاری گسیل میکنند، میدانیم که به آنها میگوییم پسرم مراقب خودت باش، قفس پوش، گرم بخور، پسرم تو در راه های دراز رانندگی میکنی، در بلندی ها کار میکنی، از احتیاط کار گیر. ولی این وصیت ها، این نصیحت ها، این تاکید ها برای فرزندان در مسیر فعالیتشان خوب و مهمند، ولی میباید به دین فرزند نیز دقت کرد. آیا به فرزندان میگوییم فرزندم، پسرم، بچه هم تو به مهاجرت میروی، نشود که نمازت قضا شود، نشود که ذکرهای صبح و شامت فراموش شود، پسرم این دنیا 2 روز است، فردا قبر است و پس فردا آخرت است و حساب است، نشود که مال کسی خوری، نشود که حق کسی را ضایع نمایی. این نصیحت های مهمتر برای فرزندان، چون که هم به دنیای فرزند هم به آخرت فرزند تعلق دارند. چون که برای فرزند در دنیا تقوا و پرهیز و اخلاق و در آخرت سعادت میارند. این درس بزرگ تربیوی از نوح نبی آموخته می شود که در لحظه های آخری حیاتش به فرزندش این نصیحت گوهربار را، این نصیحت ایمانی را گفته دادند. حضرت نوح علیه السلام این وصیت ها را به فرزندش کردند و از عالم چشم پوشیدند. بعد سری حضرت نوح در دنیا چه شد و کدام پیامبر باز فرستاده شد و چه حادثه ها رخ داد، چیزهایی است که در برنامه های بعدی خواهیم شنید. در حفظ و امان خداوند باشید.